سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال دکتر حیدری انگلیش خوش اومدین. امروز میخوایم یکی دیگه از درس‌های کتاب مادرن انگلیش جلد 2 رو با هم بررسی کنیم. پس توصیه میکنم حتما تا آخر این ویدیو با ما باشین و قبلش هم توصیه میکنم که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنین و از مطالب این کانال استفاده کنین. در فصل 4 کتاب مادرن انگلیش جلد 2 مبحثمون نام کلازیز یا جملات اسمی هستن که یکی از ساختارهای بسیار مهم در زبان انگلیسی به شمار میرن و معمولا جزء مواردی هستن که در آزمونها هم به اونها زیاد پرداخته میشه. نام کلاز یا جمله اسمی ممکنه به چند شکل ساخته بشه. مورد اول اینه که ما از یک جمله خبری جمله اسمی بسازیم. این جمله رو در نظر بگیرین. Coffee grows in Brazil. خب الان یه جمله خبریه، فاعل، فعل و بقیه جمله. حالا ما میخوایم اینو تبدیل کنیم به یک نام کلاز یا جمله اسمی. جمله اسمی یعنی یه جمله‌ای که نقش‌هایی رو به خودش میگیره که اسم هم اون نقش‌ها رو اجرا میکنه. معمولاً اسم میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول باشه، مفعول حرف اضافه باشه، متمم فاعلی باشه، اپوزیتیو یا بدل یا جمله معترضه باشه و جملات اسمی هم میتونن همین نقش ها رو ایفا کنن. مورد اول پس گفتیم جملات اسمی هستن که از جملات خبری گرفته میشن. ببینیم به چه شکل. معمولا این جملات اسمی با that شروع میشن و میتونن این نقش ها رو داشته باشن. اولین نقش فاعلی هست. خب ببینین الان اینجا جمله اسمی ما با that شروع شده. گفتیم که با that شروع میشه جمله اسمی در صورتی که از جمله خبری گرفته بشه. خب این coffee grows in Brazil همین جمله‌ایه که اینجا داشتیم، یه جمله ساده بود که با اضافه شدن that تبدیل میشه به یک جمله اسمی و نقشش میشه فاعل جمله. از کجا میفهمیم که این فاعله؟ چون بعدش فعل اومده. این جزء اول جمله یعنی قسمت قبل از فعل میشه فاعل دیگه. پس اینجا ما یه جمله اسمی داریم که نقش فاعل داره. یادتون باشه جملات اسمی همیشه جملات پیرو هستن، یعنی خودشون به تنهایی نمیتونن استفاده بشن. مثلا شما اگر بگین that coffee grows in Brazil، شنونده منتظره که شما جمله رو ادامه بدید. پس بعدش فعل اومده و بعد ادامه جمله. این که قهوه توی برزیل پرورش پیدا میکنه یا رشد میکنه برای همه شناخته شده است. پس الان نقش جمله اسمی ما فاعلیه. میتونه فاعل بعد از ایت باشه، یعنی در جمله‌ای که با ایت شروع شده به عنوان فاعل قرار بگیره. خب جمله‌ای که با ایت شروع میشه خود ایت نقش فاعل توهی رو داره، یعنی فاعلی که فقط نقش فاعل داره. It is well known بعد میگیم that coffee grows in Brazil، یعنی این شناخته شده است، این معروفه، اینو همه میدونن که قهوه توی برزیل رشد میکنه. نقش بعدی نقش متمم فاعلی هست. متمم فاعلی چیه؟ متمم فاعلی یعنی یه توضیحی که در مورد فاعل میدیم که بعد از فعلهای to be یا فعلهای ربطی مثل seem، مثل taste، smell یا فعلهایی مثل become، مثل get، grow به معنی شدن، اینا رو میگیم متمم فاعلی. پس فعلمون معمولا یه فعل to be یا فعل ربطی هست و توصیف بعد از این فعل مربوط به فاعل میشه. خب الان اینجا ببینین گفته my understanding is، درک من اینه که، یعنی چیزی که من فهمیدم اینه که coffee grows in Brazil. شما میتونین متمم فاعلی رو به این شکل امتحان کنین که با what سوالیش کنین یا با چه چیزی. مثلا بگین what is my understanding، درک من یا دانش من چیه، من چی میدونم یا چی فهمیدم این که قهوه توی برزیل رشد میکنه. مورد بعدی object of verb هست، یعنی مفعول فعل، یعنی بعد از فعل قرار بگیره. مثل اینجا I know، من میدونم. خب چه چیزی را میدانم؟ این الان نقش مفعول جمله رو داره دیگه. چی رو من میدونم؟ فاعل، فعل و بعد مفعول، این که قهوه توی برزیل رشد میکنه. یا ممکنه بدل یا جمله معترضه باشه. His belief that coffee grows in Brazil is correct. اعتقاد اون که قهوه توی برزیل رشد میکنه درسته. ببین الان اینجا برای جمله معترضه یا حالا بدل به اصطلاح یا پوزیتیو شما یه توضیح در مورد باور اون میدین. باور اون چیه؟ اینکه قهوه توی
برزیل رشد میکنه. دقت کنید که با سابجکت کامپلیمنت اشتباه نشه. اونجا ما بعد از فعل میاریم سابجکت کامپلیمنت رو، اینجا اول جمله اسمی میاد و بعد بقیه جمله. گاهی اوقات جمله اسمی رو از یک سوال یعنی یک جمله پرسشی میگیریم که خودش دو نوع داره. یکی جملات پرسشی که yes no question هن، یعنی با فعل کمکی شروع میشن. فعل های کمکی مثل do does did، فعل های وجهی مثل will can may و چیزهای شبیه به این، و فعل های کمکی دیگه مثل have has و had. معمولا تو این حالت کلمه‌ای که شروع کننده جمله اسمی ما هست whether یا if هست که حالا whether میتونه همراه or not هم قرار بگیره. البته if هم میتونه با or not بیاد ولی پشت سر هم قرار نمیگیرن، یعنی بین if و or not باید فاصله باشه. خب نقش چیه؟ میتونه نقشش فاعل باشه. Whether or not he gets the money doesn't concern me. یعنی اینکه آیا اون پول رو به دست میاره یا نه برای من اهمیتی نداره. اینجا بس نقش فاعل داره. الان ببینید اینجا whether or not he gets the money این همش میشه فاعل ما و بعد فعل ما اینه doesn't concern. این نکته رو دقت کنید. این نکته‌ای که میخوام بگم در مورد قسمت قبلی هم صادقه، یعنی جایی که جمله اسمی از یک جمله خبری گرفته میشه و به عنوان فاعل قرار میگیره. هر جا که جمله اسمی نقش فاعل داشته باشه 100% فعلش مفرده، یعنی نمیتونین شما این فعل رو به صورت جمع بنویسین. مثلا نمیتونین بگین don't concern me. پس یادتون باشه این نکته خیلی مهمه. وقتی جمله اسمی به عنوان فاعل جمله قرار میگیره فعلش مفرده. دیگه چه نقشایی میتونه داشته باشه؟ Subjective complement که همون متمم فاعلی، یعنی وقتی توضیحی در مورد فاعل میدیم و فعلمون هم گفتیم یا فعل ربطیه یا فعل to be، مثل اینجا که is هست. The question is whether he will get the money. سوال اینه که آیا اون پول رو میگیره؟ آیا اون پول رو خواهد گرفت؟ گفتیم که میتونیم اینجوری امتحان کنیم که مطمئن بشیم این متمم فاعلیه. میگیم what is the question؟ سوال چیه؟ اینکه آیا اون پول رو خواهد گرفت یا نه. میتونه مفعول فعل باشه. Do you know whether or if he will get the money؟ شما میدونین که آیا اون پول رو میگیره یا نه؟ پول رو به دست میاره یا نه؟ الان اینجا بعد از know یعنی بعد از فعل اومده این جمله اسمی. آیا شما میدانید چه چیز را میدانید؟ اینکه آیا او پول را خواهد گرفت یا نه. پس اینجا نقش مفعولی داره جمله اسمی ما. میتونه مفعول حرف اضافه باشه. Object of preposition. We were concerned about whether he would get the money. ما نگران این بودیم که آیا اون پول را خواهد گرفت. خب الان اینجا ببینید بعد از about جمله اسمی ما یعنی میشه مفعول حرف اضافه. خب اینا جملات اسمی بودن که از سوالاتی ساخته میشن که با فعل کمکی شروع شده. یه نکته رو من همینجا توضیح بدم تا یادم نرفته. وقتی ما جمله اسمی رو از جملات پرسشی میسازیم باید حواسمون باشه که جمله از حالت سوالی در میاد، یعنی بعد از whether یا if شما ترتیب جملتون فاعل و فعل میشه دیگه، اون حالت سوالیشو حفظ نمیکنه. ببینید توی این جمله اینجا میگیم whether he will get the money. ما جمله‌مون سوالیه دیگه، میگیم آیا او پول را خواهد گرفت یا به پول خواهد رسید، ولی از لحاظ ظاهری بعد از whether اول he اومده و بعد will get اومده، یعنی فاعل و فعل، جمله دیگه حالت سوالی نداره. یا اینجا باز به همین شکل whether he will get، باز دوباره whether he would get، یعنی ترتیب جمله خبریه ولی مفهومش سوالیه. گروه دوم سوالات اونایی هستن که interrogative word question دارن، یعنی کلمات پرسشی استفهامی دارن، مثل how، مثل when، where، چیزای شبیه به این. مثل این جمله how will he get the money. خب باز دوباره ما وقتی میخوایم این جملات پرسشی رو به جمله اسمی تبدیل کنیم جمله باید از حالت سوالی در بیاد، یعنی باید فاعل و فعل برگردن سر جای خودشون. جمله اسمی ما با کلمه پرسشی شروع میشه مثل who، what، which، when، where، why و how. و این نقش ها رو میتونه داشته باشه. میتونه فاعل باشه. ببین الان اینجا بعد از how که شروع کننده جمله اسمی ما هست فاعل داریم و فعلمون هم اس گرفته، یعنی اینجا ما داز به کار نبردیم، به فعلمون اس دادیم، چون گفتیم وقتی جمله پرسشی میشه جمله اسمی از حالت سوالی باید در بیاد. How he gets the money is his own affair. اینکه اون چطوری پول به دست میاره به خودش مربوطه. ببینید اینجا همونطور که قبلا گفتم این الان میشه فاعل جمله چون قبل از فعل قرار گرفته و
چون جمله اسمی نقش فاعل داره فعلمون مفرد اومده. میتونه subjective complement باشه، متمم فاعلی. The question is how he will get the money. خب الان یه متمم فاعلیه. سوال چیه؟ اینکه اون چجوری پول به دست میاره. پس اینجا بعد از the question is شما یه متمم فاعلی دارین how he will get the money که حالت سوالی هم دیگه نداره. میتونه مفعول فعل باشه. I don't know. من نمیدونم چه چیزی را نمیدانم. How he will get the money. این الان میشه نقش مفعولی که از جمله پرسشی ساخته شده این جمله. یا ممکنه مفعول حرف اضافه باشه، یعنی بعد از حرف اضافه بیاد We were concerned about how he would get the money. نگران بودیم در این مورد که اون چطور پول رو به دست میاره. اینجا الان بعد از about اومده میشه مفعول حرف اضافه. و باز هم دقت کنید که اینجا he would داریم نه would he. گاهی اوقات جمله اسمی ما از یک جمله امری یا یک جمله خواهشی گرفته میشه. یعنی جمله‌ای که با فعل اصلی شروع میشه. مثل write the letter soon. نامه رو زود بنویس. باز در چنین مواردی شروع کننده noun clause ما همون that هست و نقشش فقط میتونه مفعول فعل باشه. یعنی وقتی شما جمله اسمی رو از یک جمله امری میگیرین فقط میتونه مفعول فعل باشه و اون هم البته نه هر فعلی، فعل‌هایی که نشان دهنده خواهش یا پیشنهاد یا چنین چیزی هستن مثل suggest. He suggested that I write the letter soon. یه نکته بسیار مهمی که تو این قسمت هست اینه که در چنین مواردی ما یه ساختاری داریم که بهش میگیم وجه التزامی. فعل‌هایی مثل suggest، مثل request، مثل recommend، مثل command. فعل‌های اینجوری وقتی قراره بعدشون جمله اسمی بیاد وجه التزامی استفاده میکنیم براشون، یعنی فعل رو به صورت ریشه فعل یا به شکل ساده می‌نویسیم. فرقی هم نمی‌کنه فاعلمون چی باشه. این الان به جای آی اگه شی هم بود ما میگفتیم she write، نمیگفتیم she writes. پس یادتون باشه بعد از فعل‌هایی که حالت امری یا خواهشی یا پیشنهادی دارن اگر شما قرار باشه یه that clause داشته باشی، یعنی یه جمله اسمی که با that شروع میشه فعلش به صورت ریشه فعل استفاده میشه. البته حالا این وجه التزامی زمان حال هست، با وجه التزامی گذشته فعلا کاری نداریم. ممکنه که جمله اسمی ما از یک جمله تعجبی گرفته بشه. جمله تعجبی یعنی جمله‌ای که با what یا how شروع میشه، مثل what a pretty girl she is، یعنی اون چه دختر زیباییه. وقتی با what شروع میشه معمولا یا ما اسم داریم یا ترکیب صفت و اسم داریم و بعد فاعل و فعل به ترتیبش دقت کنید، فاعل و فعل. یا اگه how داشته باشیم معمولا بعدش صفت یا قید داریم و بعد هم باز ساختار جمله به همین شکله، مثلا how carelessly he drives، یعنی چقدر اون با بی احتیاطی رانندگی میکنه. قاعدتا دیگه تو این قسمت جمله اسمی ما با how یا what شروع میشه بر اساس اینکه جمله تعجبیمون چی باشه و نقشش مفعول فعل میتونه باشه، مثل I hadn't realized what a pretty girl she is. نفهمیده بودم، تشخیص نداده بودم که اون چه دختر زیباییه. پس ببینید بعد از این I hadn't realized یعنی من چی رو نفهمیده بودم مفعول نیاز داریم که نقش این مفعول رو یک جمله اسمی بازی میکنه که یک جمله تعجبیه در واقع. What a pretty girl she is. یا ممکنه مفعول حرف اضافه باشه، یعنی بعد از حرف اضافه بیاد، مثل we talked about what a pretty girl she was. اینجا بعد از about قرار گرفته پس میشه مفعول حرف اضافه. خب این کلیات و مقدماتی بود برای جملات اسمی. توضیحات مفصل‌تر در این موارد رو در بخش‌های بعدی خواهیم داشت. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودین. امیدوارم به دردتون خورده باشه این ویدیو. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.